دیدین بعضیا کوه و باشگاه میخوان برن براشون فرقی نداره، کوله لپتاپشون رو ور میدارن توش رو پر میکنن، برو که رفتیم. اما باید بهتون بگم هر ورزشی یا فعالیتی نیاز به کوله مناسب خودش داره و اگر کوله اشتباهی رو انتخاب بکنید میتونه باعث بشه تو دراز مدت دچار آسیب کمر و گردن بشید. من میخوام توی این ویدیو بهتون کمک کنم خرید کوله براتون آسون بشه و بهتون بگم هر کوله پشتی مناسب چه ورزش و چه فعالیتی. هر ورزشی یه سری وسیله و ابزار مخصوص به خودش داره. هر ورزشکاری هم معمولا یه سری لوازم شخصی داره. برای اینکه این وسایل گم و گور نشه و پخش و پلا نشه، خب خیلی خوبه که ما یه کوله پشتی مناسب داشته باشیم. معمولا ورزشکارای حرفه‌ای این موضوع رو درک کردن و یه کوله پشتی مناسب همیشه همراهشون دارن. من توی این ویدیو میخوام کمکتون بکنم که بتونید کوله پشتی مناسب برای فعالیت و ورزش خودتون رو پیدا بکنید. اما بعضیام اینجوری ان که فکر میکنن کوله پشتی هرچی خوشگل‌تر باشه، بزرگتر باشه، گرونتر باشه، کوله بهتر و مناسبتریه و این رو به بقیه هم تجویز میکنن. سر همین قضیه ما توی پشتیبانی ایران اسپورتر ماهانه کلی درخواست و سوال داریم. کسایی که کوله پشتی‌های اشتباه خریدن یا کسایی که کوله پشتی خریدن بعدها متوجه میشن که انتخابشون اشتباه بوده. برای همین من رفتم از قسمت پشتیبانی بیشترین چالش‌های خرید کوله پشتی رو پرسیدم، یه سری کوله پشتی خیلی باحالم آوردم که توی این ویدیو با هم بررسی بکنیم. تو انتخاب کوله پشتی مناسب 3 تا نکته خیلی مهم وجود داره که من توی این ویدیو میخوام هر 3 تا نکته رو کامل براتون توضیح بدم. اول از همه باید مشخص کنیم که کوله پشتی رو برای چه ورزشی یا چه فعالیتی میخوایم. توی بحث تخصصی کوله پشتی‌های ورزشی اینجوری نیست که هر کوله پشتی رو بشه برای هر ورزشی استفاده کرد. معمولاً برای ورزش‌هایی که سرعتشون بیشتره اندازه کوله پشتی‌ها کوچیک‌تر و سبک‌تر میشه، مثل دویدن و دوچرخه سواری. برای کوهنوردی‌های طولانی هم معمولاً اندازه کوله پشتی‌ها بزرگتر میشه. اما منظور از اندازه کوچیک و بزرگ یعنی چی؟ تو کوله پشتی‌های ورزشی اندازه بر اساس حجمه که از 5 لیتر شروع میشه تا 80 لیتر حتی بیشتر هم میره. خب پس همونجوری که متوجه شدید کوله‌های حدود 25 تا 30 لیتر برای دوچرخه سواری و دویدن استفاده میشه، کوله‌های 40 تا 60 لیتر برای طبیعت‌گردی و کوهنوردی‌های سبک، کوله‌های 60 تا 80 لیتر برای کوهنوردی‌های متوسط و طولانی. یه سری کوله ها هم هستن که کارکرد تخصصی دارن، مثل کوله های حمله به قله و اوشن پک که توی این سایز بندی قرار نمیگیره و کارکردشون تخصصیه. خب پس اگه شما هدفتون از خرید کوله پشتی مشخص بشه، اندازه کوله پشتی هم براتون مشخص میشه و شما یه قدم به انتخاب کوله مناسبتون نزدیکتر میشید. مورد بعدی که موقع انتخاب کوله باید بهش توجه بکنید اینه که شما آقا هستید یا خانوم. درسته، جنسیت توی انتخاب کوله پشتی فاکتور بعدیه. خیلی از برندهای خفن و قوی کوله پشتی تو دنیا بر اساس طول نیمتنه کوله پشتیشون رو طراحی میکنن و تولید میکنن. یعنی پس شما وقتی میخواید کوله پشتی بخرید باید طول نیمتنتون رو با طول کوله پشتی مقایسه بکنید. معمولا کوله پشتی باید بالای لگن قرار بگیره. اگه پایین‌تر قرار بگیره میتونه توی دراز مدت باعث آسیب کمر بشه. تا اینجا 2 تا نکته از 3 تا نکته رو بهتون گفتم، اما قبل از اینکه نکته سومو بهتون بگم میخوام چند تا از این کوله پشتیایی که بهتون گفتم و بریم با هم بررسی بکنیم. کوله 10 لیتری کچوا، این کوله برای دوچرخه سواریه. معمولا توی همه دنیا و حتی ایران کارمندایی که با دوچرخه میرن سر کار از این کوله پشتی خیلی استفاده میکنن. شیک، سبک، توی جلسات رسمی هم میشه بردش. به نظر منم این که آدم با دوچرخه بره سر کار خیلی باحاله. کوله 25 لیتری نیو دوی، این کوله برای دوچرخه سواری‌های غیر شهری و دویدن استفاده میشه. تقریبا میشه گفت این کوله پشتی بین کسایی که اهل هیجانن خیلی پرطرف داره. سبک، جنس پارچش مقاوم، ضد آب، یه جیبی داره که عایق آلومینیومی داره، میتونه مایعات رو در مقابل سرما و گرما محافظت بکنه، جای زیادی داره، جای کمل بک هم داره.
خب کوله سوم کوله 50 لیتری که جز پرطرفدارترین و پرفروشترین کوله های ورزشی عمومی کمپینگ و کوهنوردی. این کوله ها معمولا جوری طراحی میشه که وزن کالاهای زیاد رو بشه توش گذاشت. طراحی های معمولا پیچیده ای ندارن ولی جوری طراحی میشه که جای زیادی داشته باشه. موارد ارگونومیک هم برای پیاده روی های طولانی توشون معمولا رعایت میشه. این کوله IS که قیمتش خیلی مناسبه، وزنش سبکه، بندای خیلی محکمی هم داره و تقریبا هر وسیله‌ای که شما نیاز دارید برای یک کمپ یک روزه ببرید با خودتون میتونید داخل این کوله بذارید. داریم کم کم وارد فاز کوله های نیمه حرفه‌ای و حرفه‌ای میشیم. کوله پشتی‌های 60 لیتری که قیمت بیشتری دارن، خیلی ارگونومی طراحی میشن. از فتح تپه ها تا فتح قله های بلند از این کوله پشتی‌ها استفاده میکنن. کوله پشتی 60 لیتر اسنوویند یه دونه از اون کوله های فوق حرفه‌ای، جنس پارچش کاملا مقاومه، ضد آب، جای کمل بک داره، کلی جیب داره که دسترسی راحتی داره. این موضوع توی کوهنوردی حرفه‌ای خیلی مهمه. بندای پهنی داره که مهندسی هم طراحی شده و به نظر خیلی کوله به درد بخوری میاد. و اما کوله های سنگین، کوله های 80 لیتر به بالا که یا میتونن یه جا 80 لیتر باشن یا میتونن دو تیکه باشن، مثلا 60 به اضافه 20، 70 به اضافه 20 که اینا رو کوهنورد هم میتونه 60 لیتری استفاده کنه هم میتونه سرهمش کنه 80 لیتری استفاده بکنه. این کوله 70 به اضافه 10 کیپ هد جزء کوله های حرفه‌ای، جنسش خیلی مقاومه، یه کاور داره که برای روزهای برفی و بارونی میشه استفاده کرد. جیبای خیلی زیاد با دسترسی‌های راحت داره، جای هدفون داره، طراحیش کاملا ارگونومیکه، بندهاش طراحی مهندسی داره. هرچی بندا ضخیم‌تر و پهن‌تر باشن راحت‌ترن ولی از اون ورم باعث میشه که گردش هوا کمتر بشه و تعرق بیشتر بشه. حالا مفصل تو یه ویدیو تخصصی راجع به کوله‌های کوهنوردی براتون صحبت میکنم. بعد از دوتا عامل قبلی یعنی کاربرد و جنسیت، عامل سوم که مهمه وزن بارتونه. اگه بارتون سنگینه یعنی کنسرو یا وسایل سنگین همراهتونه، باید از کوله های استفاده کنید که سطح مقطع بزرگی داشته باشه که وزن تقسیم بشه توش. اگه وزن بارتون کمه ولی حجم بارتون زیاده یعنی مثلا پتو و زیرانداز و اینجور چیزا همراهتونه، باید از کوله های استفاده بکنید که طول بزرگی داره ولی سطح مقطعش کمتره. در کل این رو بدونید که شما مجاز نیستید که بیشتر از 25% وزن کل بدنتون بار حمل بکنید. این باعث میشه در دراز مدت آسیب ببینید. و اما آخرین نکته که دوست دارم در پایان بهتون بگم راجع به کوله های تخصصی مثل کوله حمله است. همونطور که میبینید خیلی جمع و جور، سبک، خیلی چارچوب خاصی نداره. اینو معمولا کوهنوردا چندین متر مونده به فتح قله استفاده میکنن، داخل کوله اصلیشون میذارن و برای فتح قله ازش استفاده میکنن. خیلی راحت و جمع و جور میرن قله رو فتح میکنن و برمیگردن. همونجوری که میبینید خیلی سبکه و پارچش هم خیلی شکل خاصی نداره، توی مشتم جا میشه. حالا دیگه میدونید که هر کوله پشتی برای چه فعالیتی کاربرد داره. اگه بخوام مطالب رو جمع‌بندی بکنم، علاوه بر اون سه تا نکته اصلی که باید بهش توجه بکنیم یعنی جنسیت، کاربرد و وزن بارمون، یاد گرفتیم که اگر طول و عرض کوله مناسب نباشه میتونه باعث آسیب به کمرمون بشه. متوجه شدیم که هرچی کوله بزرگتر باشه الزاماً کوله بهتری نیست و فهمیدیم که هر کوله‌ای برای یک کاربرد، یک ورزش و یک فعالیتی مناسب. در نهایت امیدوارم این راهنمای خرید بهتون کمک کنه تا بتونید انتخاب بهتر و راحت‌تری داشته باشید. اگر باز هم نیاز به مشاوره داشتید، همکاران متخصص من در پشتیبانی ایران اسپورتر آمادن تا همه جوره بهتون مشاوره بدن. اگر شما هم تجربه‌ای درباره استفاده کوله پشتی دارید
خوشحال میشم برامون کامنت بذارید. راستی چند تا ویدیوی آنباکس خیلی باحالم برای هفته‌های بعد داریم که اگر میخواید از دست ندید این ویدیوها رو حتما صفحه ایران اسپورتر رو دنبال کنید. یادت نره کلیک کن ورزشکار شو.